أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 52 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 53 را تقدیم شما برادران و خواهران بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الثالث والخمسون، الدرس الثالث والخمسون، یعنی درس 53. درس 53 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد. این کلمه ها باید اولا حفظ کرده شوند با تمام نازکی ها، بعدا حوار و گفتگوی این درس خوانده شود. کلمه های نو این درس چنین است. صاحب کتاب میگوید علبتون. علبتون ایره در گذشته ما و شما خوانده بودیم، باز تکرارا آورده ایستاده است. علبتون یعنی قطی، میتونیم بگیم کرابکه، میتونیم بگیم بنکه. اینجا اکنون به خاطر بنکه شده باز همین علبتون را تکرار کرده کی است. از این حساب کلمه در زبان عربی یک کلمه به چند معناها می آید. علبتون کرابکه می شود یعنی قطی، و می شود بگیم علبتون یعنی بنکه. جمعش می شود علبون. علبون یعنی بنکه ها، قطی ها، کرابکه ها. بعد از این میگوید فاکهتون. فاکهتون یعنی میوگی. فاکهه میوه را میگوین، میوگی. این اسم مفرد است. جمعش می شود فواکه. فواکه یعنی میوگی ها، میوه ها. فواکه. فواکه صیغه منتهی الجموع که هست، از این حساب آخرش تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید مربن. مربن یعنی مربا. مربن یعنی مربا. همچنین میتونم به روسی است والله ورینی میگوین، ورینی، مربا. بعد از این میگوید مربیاتون. مربیاتون یعنی مرباها، جمع مؤنث سالم. پس مربن در اصل مربیون هست. همون قاضی اعلال قاضین شدگی است. در این مربیون بود، یا در یا حرکت ثقیل یا حرکت چه گرفتیم، پس تنوین تابع حرکت ما قبل شد مربن. دقت دادید؟ پس مربن اصل مربیون هست. مربن مربا، ورینی، مربیاتون ورینی ها. بعد از این میگوید محفوظاتون. اصلا کلمه محفوظاتون به معنای حفظ کرده شده ها می باشد، از یاد کرده شده ها، نگاه داشته شده ها. اسم مفعول هست، جمع مؤنث سالم. اما در اینجا صاحب کتاب این محفوظات را به معنای کنسروه ها آوردگی است. به معنای کنسروه یعنی که خوراکایی که در قطیا گرفته می شوند، و مثل اون برای اون آوردگی است، به اون معنا آوردگی است. پس میتونید بنویسید در اینجا که محفوظاتون کنسروه ها. بعد از این میگوید علب محفوظات، یعنی بنکه های کنسروه ها، یا میتونیم بگیم قطی های کنسروه ها. بعد از این میگوید خشافون. خشافون یعنی کمپات، آب میوه. آب میوهش میگویند به فارسی، به تاجیکی آب میوه. یا خشافون میگویند، بعضی میگن اصل کلمه فارسی است این خشاف، این عربی نیست. اصل میگن خوش آبون بود، خوش آب بود. عربا گرفتن از خوش آب کلمه ساختن خشاف، پس شد خشاف عربی. اما اصلش خوش آب است میگویند. در بعضی لغات ها همینطور ذکرش میکنند. پس خشافون یعنی کمپات یا آب میوه، آب میوه. بعد از این میگه عدد کبیر من،
یعنی عددی بزرگی از، عددی بسیاری از. بعد از این میگه عدد کبیر من الاشجار، یعنی عددی بسیاری از درخت ها، عددی بسیاری از درخت ها. بعد از این میگه حفظه، حفظه. پس حفظه در اینجا محفوظات رو ما کنسرو گفتیم، پس این حفظه فعل همون میگیره، میگیم کنسرو کرد و یک مرد در زمان گذشته. دقت دادید؟ اما حفظه در زبان عربی به معنای حفظ کردن میآید، از یاد کردن، و به معنای نگاه داشتن میآید، به معنای نگاه داشتن. و در اینجا گفتیم اکنون حفظه به معنای چی بوده است؟ به معنای کنسرو کرد و یک مرد در زمان گذشته. این فعل ماضی است. فعل مضارعش از باب یفعلو است. این الف دلالت میکنه که از باب یفعلو است. پس میگه یحفظو، فعل فتحه میتین در فعل مضارع. میگه یحفظو یعنی حفظ میکند یا نگاه میدارد. با موافق کتاب بگیریم اگر کنسرو میکند و یک مرد در زمان آینده. فعل امرش میشود احفظ، حفظ کن، نگاه بدار یا کنسرو بکن. پس مصدرش میشود حفظون، حفظون یعنی کنسرو کردن یا حفظون از یاد کردن، یا میتونیم بگیم حفظون نگاه داشتن. پس حفظ یحفظو از باب علم یعلمو، از چهارم باب ثلاثی مجرد است. از 22 باب صرفی باب چهارم است، باب علم یعلمو هست. بعد از این میگه حفظ السمک، یعنی کنسرو کرد ماهی را. حفظ فعل ماضی، فاعلش ضمیر مستتر هو، السمک مفعول به حفظ. از این اسم میگیم که کنسرو کرد ماهی را، یا میتونیم بگیم که نگاه داشت ماهی را. حفظ به معنای نگاه داشتن باشد، نگاه داشت ماهی را. بعد از این میگه خدمه، خدمه یعنی خدمت کرد، خدمه خدمت کرد و یک مرد در زمان گذشته. فعل مضارعش از باب یفعلو است. پس میگیم یخدمو، دال رو کسره میتیم در فعل مضارع. یخدمو یعنی خدمت میکند و مصدرش میشود خدمتون یعنی خدمت کردن. پس خدم یخدمو از باب ضرب یضربو، از دویون باب ثلاث مجرد، از دویون باب 22 باب صرفی است. خدم یخدمو و مثل ضرب یضربو فعل امرش میشود اخدم یعنی خدمت بکن. بعد از این میگه نفع، نفع یعنی فایده رسانید، منفعت رسانید و یک مرد در زمان گذشته. نفع فایده رسانید یا منفعت رسانید. و فعل مضارعش میگه که بگو که ینفعو، فورا حرف فعل در فعل مضارع فتحش بده. ینفعو، ینفعو فایده میرساند. میتونیم لازمش بگیریم فایده میگیرد. نفع هم متعدی میاد هم لازم. اگر متعدی بیاید فایده رسانید و یک مرد، اگر که لازم بیاید فایده گرفت و یک مرد. دقت دادید ترجمه اش رو، متعدی و لازم. پس ینفعو فایده میگیرد یا فایده میرساند، اگر متعدی باشد فایده میرساند. پس نفعون فایده رسانیدن این مصدر است. نفعون فایده رسانیدن این مصدر است. پس نفع ینفعو از سیوم باب ثلاثی مجرد است، از باب منع یمنعو هست، از باب فتح یفتحو است. یعنی که از همون بابی است که شرط دارد که عین باب یا لام باب حرف حلق باشد. پس اینجا ببینید نفع لام باب حرف حلق است، فعل لام باب حرف حلق است. بس موافق است با شرطی باب سیوم و واقعا هم این از باب سیوم است. نفع ینفعو فتح یفتحو. بعد از این میگوید فتح علبت المحفوظاتی، یعنی کشاد بنکه کنسروه ها را یا کشاد کرابکه قطعه محفوظات را، یعنی کنسروه ها را. فتح فعل ماضی،
فاعلش ضمیر مستتر هو. علبة مفعول به فتح، علبة مضاف، المحفوظات مضاف الیه. پس فتح علبة المحفوظات، کشاد علبه یعنی قطعی یا بنکه کنسرو ها را. فتح یفتحو از باب سیم است، این را دیگر میدونیم. فعل امرش میشه افتح. نفع ینفعو، فعل امرش میشه انفع. انفع یعنی فایده برسان یا فایده بگیر. بعد از این میگه قسمون. قسمون یعنی قسم. قسم معناش چی است؟ قسم. یا میتونم بگم قسمون یعنی که شعبه. قسمون چی است؟ شعبه یعنی یک قسمی کارخانه، یک شعبه کارخانه. یک قسم یک چیز، یک شعبهش، یک شاخهش. جمعش بشود اقسامون، قسم ها، شعبه ها. این جمع قسمون. بعد از این میگه شهرون. شهرون ماه. یک سال عبارت از 12 ماه است، پس شهرون ماه. جمعش میشود شهورون. شهورون یعنی ماه ها. شهورون ماه ها، جمع شهرون. بعد از این میگه فرحون. فرحون یعنی خرسندی. خرسندی کردن، این مصدر است. میشود اسمش بگیریم خرسندی. اما فرحون اگر که مصدر بگیریم پس میشود فرح یفرحو فرحون. فرح یفرحو یا مصدرش فریحون میشود. فرح یفرحو فریحون مصدر است. فرحون اسم است، پس میگیم فرحون خرسندی. بعد از این میگه دهشتون. دهشتون به مثل عجیبون است، یعنی که شگفت‌انگیز. شگفت‌انگیز. یا میتونه بگیم که حیرت آور. دهشتون حیرت. یا میشه اضطرابش بگیم دهشت است، اضطراب است. با این معناها دهشتون ترجمه کرده میشه. پس میگه کان فی فرح، بود در خرسندی. کان فی فرح، بود در خرسندی. کان افعال ناقصه، فاعلش این فاعل نمیگیرد، اسم میگیرد، اسم خبر میگیرد. اسمش ضمیر مستتر تقدیره هو فی فرح جار و مجرور متعلق به کائنا، خبری کان می شود. کان فی فرح یعنی بود در خرسندی. اکنون این هست کلمه های نوی درس 53. با همین کلمه های نوی درس 53 با آخر رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 53. صاحب کتاب در این حوار میگوید که والد حازم یعمل فی المصنعی، یعنی پدر حازم کار میکند در زواد. والدو مبتدا، حازمین والدو مضاف، حازم مضاف الیه، یعمل جمله فعلی خبری مبتدا در محل رفع. یعمل فاعلش هو یعنی والد حازم برمیگرده به والد حازم فی المصنع در زواد. والد حازم یعمل فی المصنع، پدر حازم کار میکند در زواد. پس میگوید که هذا المصنع یحفظ الطعام والفواکه، میگوید که این زواد، یحفظ رو بگیم به معنی نگاه میدارد، میشه بگیم نگاه میدارد طعام رو و میوه رو. این معنیش قدر خوب نیست، پس همون کنسرو میکند میگویم. و میگوید که این زواد کنسرو میکند طعام رو و میوگی رو، طعام رو و میوه ها رو. دقت دادید؟ هذا مبتدا، المصنع بدل از هذا، یحفظ جمله فعلی خبری هذا، خبری مبتدا در محل رفع. یحفظ فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لتجرد عن النواصب والجوازم، و فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگرد به مصنع. یحفظ المصنع یعنی که کنسرو میکند همین زواد. الطعام مفعول به یحفظ و الفواکه عطف در جای الطعام. بعد از این میگوید یحفظ الطعام فی علب و یحفظ الفواکه فی علب، یعنی کنسرو میکند طعام را در بنکه یا در قطی و کنسرو میکند میوه را در قطی، در بنکه. یحفظ فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگرد به مصنع.
الطعام مفعول به یحفظو، فی علب جار و مجرور با متعلق به یحفظو. و یحفظ الفواکه فی علب اعرابش به مثل اعرابی یکم است، به مثل اعرابی یحفظ الطعام فی علب هست. یحفظ الطعام فی علب و یحفظ الفواکه فی علب، یعنی کنسرو میکند زواد طعام را در بنکه ها و کنسرو میکند زواد میوگی ها را در قطی ها. بعد از این میگوید حضر والد حازم الى المدرسة وقال للمعلمة لماذا لا تزورين مصنعنا مع تلامذك. میگوید که حضر یعنی که حاضر شد، اشتراک کرد، والد حازم، پس میگیم به معنی حاضر شد یعنی آمد. والد حازم پدر حازم الى المدرسة به سوی مکتب، و قال للمعلمة و گفت برای معلمه مکتب رو گفت لماذا لا تزورین مصنعنا، برای چی زیارت نمی کنید، برای چی زیارت نمی کنی یک زن لا تزورین، برای چی زیارت نمی کنی زواد ما را، مصنعنا زواد ما را، مع تلامیذی که همراه شاگردانت. دقت دادید حضر فعل ماضی والدو فاعل حضر، والدو مضاف، حازم مضاف الیه، الى المدرسه جار و مجرور. و قال للمعلمه، قال فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگردد به والد حازم، یعنی گفت والد حازم للمعلمه جار و مجرور. لماذا برای چی، چرا، لا تذورین زیارت نمی کنید. لماذا این لام لامی تعلیل است. مایی است که از برای غیر عاقل، مایی استفهامیه برای غیر عاقل است. ذا همون اسم اشاره است، هذا. پس از همه اینها جمع کردن یه عباره ساختن لماذا، ترجمهش میشه چرا یا برای چی یا به چی سبب، اینطور ترجمه میشه لماذا. لا تزورین زیارت نمی کنی تو، لای چی است؟ لای نافیه است، لای ناهیه نیست. اگر لای ناهیه میشد این نون باید حذف میشد. لا تزورین زیارت نمی کنی تو. تزور فعل مضارع مرفوع و علامت رفع ثبوت نون. فاعل این در کجا است؟ فاعل تزورین این یا است، یا مخاطبه مؤنثه، در محل رفع فاعل تزورو است. مصنع مفعول به تزورو است، برای خاطر منصوب است. مصنع مضاف، نا در محل جر مضاف الیه. مع ظرف است، تلامیذی مضاف الیه، مع مضاف تلامیذی مضاف الیه، تلامیذی مضاف، کاف ضمیر متصل مبنی علی الکسر فی محل جر مضاف الیه. تلامیذی اصلا غیر منصرف است. چرا اینجا کسر را قبول کرد؟ زیرا اینکه مضاف شد. ما گفتیم که غیر منصرف اگر مضاف شود کسر را قبول میکند. غیر منصرف اگر الف لام بدروید در اون همچنین کسر را قبول میکنه. پس در اینجا مضاف که است از این حساب کسر را قبول کرد. پس میگوید حضر والد حازم الى المدرسه و قال للمعلمه، یعنی حاضر شد پدر حازم به سوی مدرسه و گفت برای معلمه لماذا لا تزورین مصنعنا مع تلامیذک، به خاطر چی زیارت نمی کنی تو زواد ما رو همراه شاگردانت. بعد از این میگوید اجابت المعلمه فی الشهر القادم سنزور مصنعکم ان شاء الله. میگوید اجابت المعلمه، یعنی جواب داد معلمه، فی شهر القادمی یعنی در ماه آینده، در ماه می آمدگی، سنزور مصنعکم بزودی زیارت میکنیم، سنزور بزودی زیارت میکنیم، مصنعکم زواد شما را ان شاء الله اگر الله بخواهد. اجابت جواب داد فعل ماضی، المعلمه فاعل اجابت است. اجابت در اصل چی است؟ اجوبت، اصل اجوبت است. پس اعلال این را بیان کردگی است، فقط برای یادرس ذکرش کردم. المعلمه فاعل اجابت، فی شهر القادمی، فی حرف جر، شهری اسم مجرور،
القادمی صفت شهر، فی شهر القادمی در شهر می آمدگی. سنزورو بزودی زیارت میکنیم. س حرف است، نزورو زیارت میکنیم فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. فاعل نزورو در کجا است؟ ضمیر مستتر تقدیر نحن، سنزورو نحن، یعنی بزودی زیارت میکنیم ما. مصنع مفعول به نزورو است، مصنع مضاف، کم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیه. ان شاء الله اگر الله بخواهد. اجابت المعلمه فی الشهر القادم سنزور مصنعکم ان شاء الله. جواب داد معلمه در ماه می آمدگی بزودی زیارت میکنیم زواد شما رو اگر الله بخواهد. بعد از این میگوید و فی الشهر القادم زارت المعلمه مع تلاميذها المصنع، یعنی در شهری آمدگی، در شهر آینده، یعنی در شهر آینده زیارت کرد معلمه همراه شاگردانش زواد را. زیارت کردن معلمه همراه شاگردانش زواد را. و فی شهر القادمی، شهری این را اعرابش بیان کردیم. القادمی همچنین زارت المعلمه، زارت فعل ماضی، المعلمه فاعل زارت است، فاعل زارت مع ظرف تلامذی اسم مجرور، تلامذی مضاف، ها مضاف الیه، المصنع مفعول به زارت می شود. و فی شهر القادمی یعنی در شهر آینده زارت المعلمه، زیارت کرد معلمه مع تلامذیها همراه شاگردانش المصنع زواد را، مع تلامذیها المصنع همراه شاگردانش زواد را. بعد از این میگوید کان المصنع کبیرا و واسعا فیه مکینات کثیرة و فیه اقسام کثیرة. میگوید که بود زواد کلان و پهن، در وی دستگاه های بسیار بود و در وی شعبه های بسیار است. یا میتونیم بگیم بود، است بگیم خوبتر است، مبتدا و خبر. کان بود، المصنع اسم کانه، کانه از افعال ناقصه، المصنع اسم کانه. کان المصنع کبیرا، کبیرا خبر کانه منصوب علامت نصب الفتحة الظاهره. و واسعا، واو عاطفه، واسعا عطف از جای کبیرا. فیه جار و مجرور متعلق به کائنون. کان المصنع کبیرا و واسعا فیه مکینات، در وی مکینات است. فیه جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم، مکینات مبتدا مؤخر، کثیرتون صفت از مکینات. مکینات جمع غیر عاقل است، ببینید به مفرد مؤنث صفتش کرد کثیرتون. و فیه اقسام، اقسام رو ببینید جمع غیر عاقل است، کثیرتون صفت اقسام است، به مفرد مؤنث صفتش کرد. پس فیه مکینات کثیرتون اینجا ده مبتدا و خبر. از این حساب میگیم در وی دستگاه های بسیار است و در وی شعبه های یعنی قسم های بسیار است. کان المصنع کبیرا و واسعا فیه مکینات کثیرة و فیه اقسام کثیرة. بود زواد کلان و پهن، در وی دستگاه های بسیار است و در وی شعبه های بسیار است. بعد از این میگوید قسم یحفظ الفواکه فیعمل منه المربى والخشاف و قسم یحفظ الخضر. میگوید که قسم یعنی شعبهش یا قسمش یا کمش، یحفظ الفواکه یعنی که کنسرو میکند میوه ها را، فیعمل منه یا میتونیم اینجا بگیم نگه میدارد میوه ها رو، کنسرو میکند میوه ها رو. فیعمل منه پس کار کرد میکند از همون میوه ها، منه المربى مربا را، یعنی کار کرد میکند مربا، و الخشافه و کمپوت میکند، و کمپوت میکند یعنی که آب میوه میکند. و قسم یحفظ الخضر و شعبهش یحفظ کنسرو میکند الخضر سبزوات را.
اکنون قسمون مبتدا هست، یحفظ الفواکه جمله فعلی خبری قسمون می شود. قسمون اینجا میتونیم قسمون رو غیر مبتدا باز بدلش هم از اقسام بدل بگیریم می شود. اقسام کثیرتون قسمون بدل از اقسام می شود. این طور هم جایز است. پس در اینجا بدلش میگیریم. یحفظ رو اگر بدل که گرفتیم، این یحفظ جمله فعلی صفت میگیریم برای قسم. اگر قسم رو مبتدا گرفتیم، یحفظ رو جمله فعلی خبر برای قسم میگیریم. از این حساب بهتر خوبتر بود که القسمو میگفت، الف لام قطعی میگفت، پس مبتداش میگفتیم، دیگر بدل یگون چیزی در کار نبود. فیعمل منه اینجا در منها میگفت بهتر بود، زیرا اینکه هو ضمیر است برمیگرده به فواکی. فواکی جمعی غیر عاقل که هست، منهاش میگفت بهتر و خوبتر بود. یا منهو یعنی که ضمیر اشاره است به لفظی فواکی، پس تعویل دارد ده. اگر که ما بگیم که به فواکی برمیگرده مذکر آورده است، بعد تعویلش میکنیم میگیم به لفظی فواکی اشاره است، نه به خود فواکی میوه ها غیر عاقل. اگر به میوه ها باشه باید بگیم که منها. المربا مفعول به یعملو است و الخشافه عطف است در جای المربا. و قسم یحفظ خضره، و قسم حفظ میکند یا کنسرو میکند سبزوات را. یحفظ فعل مضارع، فاعلش ضمیر تقدیر هو برمیگرده به قسم. الخضره مفعول به یحفظ است. قسم یحفظ الفواکه فیعمل منه المربى والخشافه، و قسم یحفظ الخضره، یعنی قسمش یعنی یک شعبهش کنسرو میکند میوه ها را، پس کارکرد میکند از اون میوه ها مربا را و خشافه و آب میوه را. و قسم یحفظ الخضره، و قسمش یحفظ یعنی کنسرو میکند خضره سبزوات را. بعد از این میگوید و فیه عدد کبیر من العمال، و در وی عدد زیاد از کارگرها است. و فیه عدد کبیر من العمال، و در وی عدد بسیاری از کارگردها است. بعدش میگوید زار التلامیذ اقسام المصنع كلها و تفرجوا على علب المحفوظات. میگه زیارت کردن شاگردان شعبه های قسم های زواد را، همه اش را، و تفرجوا و تماشا کردن على علب المحفوظات یعنی بنکه های کنسروه ها را. اکنون زاره فعل ماضی، التلامیذ فاعل زاره، اقسام مفعول به زاره مفعول است برای زاره، المصنعی مضاف الیه برای اقسام مضاف، مصنعی مضاف الیه، کله توکید برای اقسام است، کله توکید است برای اقسام، کله مضاف، ها در محل جر مضاف الیه، و تفرجوا فعل و فاعل، این واو در محل رفع فاعلی تفرجوا است. و نگاه کردن همون این واو برمیگرده به تلامیذ، و نگاه کردن شاگردان، علا حرف جار برای تعدیه، علبین اسم مجرور محلا منصوب، مجرور لفظا و منصوب محلا برای مفعول به تفرجوا است. با این حرف جر ما متعدی کردیم فعل تفرج رو، پس حرف جر رو ترجمه نمیکنیم، میگیم نگاه کردند بنکه های کنسروه ها را، مفعول به میشود. این علبی مضاف، المحفوظاتی مضاف الیه. بعد از این میگوید کان التلامیذ فی فرح و دهشت، یعنی بودن شاگردان در خرسندی و در شگفت انگیزی، یعنی در تعجب و در اضطراب بودن، زواد رو تماشا میکردن، بگیم با یک هیجانی میشه، دهشت رو باز هیجان ترجمه کنیم، در یک هیجان بودن. کانه از افعال ناقصه، فعل ماضی افعال ناقصه، التلامیذ اسم کانه، فی فرحین جار مجرور متعلق به کائنن خبر کانه، و دهشتین عطف است در جای فرحین. کان التلامیذ فی فرحین و دهشتین،
بودن شاگردان در خرسندی و در یک دهشت و در اضطراب و در تعجب. بعد از این میگه الطعام يدخل الماکینات و یخرج فی علب والفواکه تدخل الماکینات و تخرج فی علب. یعنی که طعام می درآید در دستگاه ها و می براید در بنکه ها و میوگی ها می درآید در دستگاه ها و می براید در بنکه ها. دقت دادید؟ الطعام مبتدا، یدخلو جمله فعلی خبری الطعام، یدخلو فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگرده به طعام، یدخلو الطعام. الماکینات مفعول به است، مفعول به منصوب و علامت نصب الکسره نیابتا عن الفتحه. جمع مؤنث سالم گفتیم فتحه قبول نمیکند، پس برای خاطر کسرش میتیم. و یخرج فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگرده به طعام، فی علب جار و مجرور. والفواکه مبتدا، تدخلو جمله فعلی خبر فواکه، تدخلو اکنون فاعلش ضمیر مستتر هی برمیگرده به فواکه. ببینید در اینجا ضمیر برمیگشته که به فواکه را مؤنث آورد، اما در بالا گفتیم مذکر آورد، بهتر بود که میگفت مؤنث. اینجایی که منهو آورد گفتیم منها میگفت بهتر بود. در اینجا ببینید که اکنون تدخلو را چی آورد؟ مؤنث آورد. میگه که تدخل الماکیناتی باز مفعول به مجرور منصوب علامت نصب الکسره نیابتا عن الفتحه و تخرج فی علب همچنین فعل فاعل فاعلش ضمیر مستتر هي برمیگرده به فواکه، فی علب جار و مجرور. بعد از این میگه الماکینات تدور والعمال یدورون حولها و یعملون. یعنی که دستگاه ها کار میکنن، دور میزنن، چرخ میزنن، یعنی کار میکنن و کارگرها دور میزنند، میشد بگیم کار میکنند در اطرافش، در اطرافی دستگاه ها و کار میکنند، چرخ میزنند در اطراف زوادها، در اطراف دستگاه ها و کار میکنند. الماکینات مبتدا، تدورو در محل رفع جمله فعلی خبری الاماکینات، تدورو فاعلش ضمیر مستتر هی برمیگرده به الماکینات. والعمال باز مبتدا، یدورون جمله فعلی خبری العمال، یدورون در اینجا فعل مضارع فاعلش چی است؟ این واو است. این نون چی است؟ عوض عن التنوین، عوض این نون عوض از رفع است، یعنی ثبوت این نون علامت رفع است، ثبوت نون علامت رفع است. حول ظرف است، حول مضاف ها مضاف الیه و یعملون و مثل یدورون فعل و فاعل. این نون ثبوت نون چی است؟ علامت رفع است. الماکینات تدور والعمال یدورون حولها و یعملون. یعنی که دستگاه ها کار میکنند و کارگرها چرخ میزنند اطراف دستگاه ها و کار میکنند. بعد از این میگه المصانع تخدم الناس و تنفعهم. یعنی زوادها خدمت میکند برای مردم، خدمت میکند مردم را، یعنی برای مردم، و تنفعهم و فایده میرساند مردم را، فایده میبخشد برای مردم. بعدش میگه لابد لدولة الاسلام والمسلمین من مصانع و معامل. یعنی واجب است، ضرور است برای دولت اسلام و برای مسلمان ها از زوادها و از کارخانه ها. معامل جمع معمل، کارخانه ها. مصانع جمع مصنع، مصنع همچنین زوادها. پس میگه لابد، لازم است، ضرور است. لا لا نافیه للجنس، بوده اسم لا لدولت الاسلامی جار و مجرور خبر در محل نصب، در محل رفع، یا جار و مجرور متعلق به کائنون خبر لا نافیه للجنس. لدولت الاسلام و المسلمین من مصانع و معامل. واجب است، ضرور است برای دولت اسلام و برای مسلمان ها از زوادها و کارخانه ها. بعدش میگوید که احب ان اشرب الشاي مع المربى للفطور و احب ان اشرب الخشاف بعد الغداء. میگوید که احب، دوست میدارم، ان اشرب الشاي، نوشیدن چای را، این که بنوشم چای را،
مع المربى همراه مربا، للفطوری برای افطار، برای افطار کردن. فطور یعنی برای خوراک سحر. فطور همچنین خوراک سحر هم میشه، خوراک نصف روزی هم میشود. و احب و دوست می‌دارم ان اشرب الخشافه، این که بنوشم آب میوه را، یعنی کمپات را، بعد الغدای، بعد خوردن خوراک شام. دقت دادید؟ احب ان اشرب الشای، دوست می‌دارم این که بنوشم چای را. احب این فعل است، فاعلش ضمیر مستتر رو انا. ان اشرب الشای به تعویل مصدر مفعول به احب است. از این استاد ترجمهش میگم که دوست می‌دارم نوشیدن چای را، دوست می‌دارم نوشیدن چای را، مع المربا همراه مربا، للفطوری یعنی در خوراک سحر، در خوراک نصف روزی یا سحر. و احب ان اشرب الخشافه، و دوست می‌دارم نوشیدنی، و دوست می‌دارم نوشیدنی کمپات را بعد خوراکی، بعد الغدای، بعد خوراک نصف روزی همچنین، یا خوراک سحر، بعد خوراک سحر. غدا خوراک سحر همچنین می شود. فطور خوراک سحر یا که خوراک نصف روزی. بعد از این میگوید افتح علبت خشافین، یعنی که بکشا بنکه کمپات را، بکشا بنکه کمپات را. افتح فعل امر است، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت، بکشا تو علبت خشافین یعنی بنکه آب میوه را، بنکه کمپات را. علبته مفعول به افتح می شود. پس این هست این هست حوار و درس 53 از کتاب تعلیم زبان عربی. و در اینجا این درس 53 را به آخر می رسانم. تا درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.